یک قانون زیبایی هست با نام ب ب ه. بخوان، بفهم و حرکت کن. مثل سه زینی نردبان موفقیت است که اگر یکی نباشد به بالا رسیدن غیر امکان می شود. خواندن کلید ورود به عالم عقل و امکانیت است. کتاب، مقاله یا حتی یک جمله درست می تواند جهان بینی تو را دگر کند. یعنی هر صحیفه که می خوانی یک خشت است در بنای شخصیتی تو. خواندن بدون فهمیدن مثل آب دادن به زمین بی تخمی است. باید معنی و رابطه دانش را با زندگی خود درک کنی. یعنی دانشی که آن را میفهمی به نیروی واقعی تبدیل می شود. هر قدر هم که کتاب خوانی و بفهمی، تا وقت به عمل نگذاری آن دانش خاک فراموشی می شود. حرکت دانش را به نتیجه می برد. یعنی قدمی که امروز می گیری از 1000 فکری به فعالیت قیمت تر است. قانون به ما می آموزاند که دانش تنها وقت قیمت دارد که از خواندن به فهمیدن و از آن به عمل کردن گذاریم. این سه قدم یک دوره پرقوت تغییر و پیشرفت را می سازند. با خیرت بمانید تا بهترین ها را بشنوید.